سلام، من پویا هستم. به این برنامه خوش اومدید. کم شدن رفت آمدها و خونه نشینی در ایام کرونا و سوق پیدا کردن ما به فضای مجازی درسته که یه محاسنی داشت، اما واسه بعضی هامون حالت افراطی پیدا کرد و عادت و تکرار عادت. دیگه باید بهش بگیم اعتیاد. بله، اعتیاد به فضای مجازی که شاید به نظر اتفاق خطرناکی نباشه، اما میتونه ذهن و روانمون رو به شدت تحت تأثیر قرار بده. اینکه در چه شرایطی اسم اعتیاد رو بر اون میذاریم بسته به علائم و مدت زمان تکرار اونهاست. وجود حداقل 3 مورد از این علائم در طول یک دوره 12 ماهه نشان از وجود اختلال اعتیاد مجازیه. نداشتن توانایی برای مهار خود در استفاده از اینترنت و رایانه. تداوم استفاده با وجود آگاهی از آثار منفی اون. کاهش فعالیت‌های اجتماعی، شغلی و تفریحی به دلیل استفاده از رایانه و اینترنت. دروغ گفتن به دوستان و اعضای خانواده در مورد زمان استفاده از رایانه و اینترنت. استفاده از رایانه و اینترنت بیشتر از برنامه‌ریزی قبلی. احساس بیقراری، بدخلقی و عصبانیت در هنگام تلاش برای قطع یا کم کردن استفاده از رایانه. افزایش روزافزون استفاده از رایانه و اینترنت به منظور کسب رضایت قبلی. سوال اینجاست که در مواجهه با این اختلال باید چی کار کنیم؟ اینو میدونیم که این روزها خیلی از تعاملات ما در فضای مجازی داره شکل میگیره و خواسته و ناخواسته زمان زیادی رو در اون سپری میکنیم. پس چه بهتره که با آگاهی برای خودمون یک رژیم مصرف تعریف کنیم تا اصلاً به زیاده روی و اعتیاد مبتلا نشیم. اما در صورت ابتلا برای استفاده از کامپیوتر وقت تعیین کنید. میتونید یه سرگرمی خارج از فضای مجازی برای خودتون پیدا کنید. مثلا ورزش کنید یا خودتون رو با بازی‌های فکری مثل سودوکو یا حل کردن جدول مشغول کنید. افزایش ارتباط با خانواده و دوستان هم خیلی میتونه بهتون کمک کنه. اگه به پیامدهای اعتیاد به اینترنت فکر کنید، هم راحت‌تر باهاش کنار میایین، هم کلی انگیزه میگیرید که مهمترین مزیت ترک اعتیاد به فضای مجازی ذخیره کردن وقت و استفاده درست و بهینه از زمان محدودیه که داریم. و البته این نکته که گروه درمانی و درمانهای روانشناختی هم میتونن مفید باشن. لحظه هاتون سرشار از آرامش. خدا نگهدار.